أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این خودکشی می باشد که بسیاری از دیار مسلمانان به این مصیبت گرفتار شدند. آنها گمان میکنند که وقتی که خودشان را میکشند از این مصیبت ها خلاص مییابند، اما این طور نیست. هر کسی که خودش را میکشد او از عذاب سخت با سختترین عذاب می رود. الله می گوید ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. شمایان نفسان خودتان را به قتل نرسانید، الله بر شما مهربان می باشد. آن مصیبت هایی که به سر شما آمد شما صبر پیشه بکنید، زیرا راضی نشده چاره نیست. وقتی که حتی انسان باید جهل خود را از بین ببرد، وقتی که عمرو ابن عاص به لشکر به جای رفتند که همان شب جنوب شدند، خستند، طهارت و تیمم کردند. سپس وقتی که از جنگ برگشتند، پیامبر گفتند ای عمرو، تو همان شب جنوب شده بودی، یعنی جبریل خبر داده بودن به پیامبر، باز بر مردم امام شدی، نماز خواندی. سپس عمرو ابن عاص گفتند که الله گفته است لا تقتلوا انفسکم، شما نفس خود را به قتل نرسانید، زیرا همان شب بسیار سرد بود، برای همین من جای غسل کردن نبود، به جای غسل تیمم کردم و طهارت بگذاشتم. پیامبر صلی الله علیه و سلم تبسم کردند. باید وقتی که این عمرو ابن عاص طهارت میکرد یا غسل میکرد در سردی، سبب میشد که بیمار میشد و شاید به هلاکت میرسید. برای این حدیثی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند در امتهای گذشته مردی بود که یک مجروح شده بود، سپس کارد را گرفت و آن رگی اساسی میگویند او را به کارد قطع کرد، سپس خود را زودتر به قتل رسانید. الله میگوید بادرنی عبدی و فحرمت له الجنه. بادرنی یعنی این بنده من خودش را زودتر به قتل رسانید، من جنت را به او حرام گرداندم. در حدیث مسلم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند هر کسی که نفسش را با یگان چاپقو، یگان خنجری میگیرد، کاردی را میگیرد و به قتل میرساند، او در آتش جهنم جاویدان میماند، همچنان تا روز قیامت خودش را به قتل میرساند. ببینید ای شخصی که به دردی خودت را کشتن گرفتار شده ای، تو گمان نکن که تو از این مصیبت ها خلاص میشوی، بلکه دست دعا به سوی الله بردار تا که این مصیبت ها را برطرف گرداند. در دوام حدیث میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر کسی که یگان زهر را میگیرد و می نوشد و خودش را به قتل میرساند، تا روز قیامت همان زهر را می نوشد و می میرد، چه خیلی که عذاب کشیده مرده است همچنان می شود، از این خلاصی نیست. و این چنین هر کسی که خودش را از بالا می پرتاب می کند و خودش را به قتل می رساند، تا روز قیامت یک کوه زده می شود که او را پرتاب می کنند، باز می میرد، باز زنده می کنند، باز می پرتاب می کنند، همچنان او در عالم برزخ عذاب می کشد. ای شخصی که خودت را در دل نیت داری که خودت را به قتل می رسانی یا خودت را بوغی می کنی، به دار می کشی خودت را، تو هرگز خلاص نمی شوی. برای همین باید مسلمان کمی فکر بکند، آیا بداند، یقین بداند که خود را به دار کشیده یا خود را به قتل رسانده خلاص نمی شود. باید صبر، آن مصیبت هایی که الله بر او مقدر کرده است
باید صبر بکند. ببینید پیامبر یتیم بودند، ببینید در راه دین پیامبر چقدر مشقت ها رو دیدند اما صبر پیشه کردند. از دیارشون بدرغه شدند. باید صبر بکنیم. خودکشتن این یکی از گناهان کبیره است. در زمان پیامبر یک شخص خودش رو به قتل رسانده بود. پیامبر به او نماز نخواندند، گفتند انسان‌های فاضلی، حکیم و فرزانه شریف به امام ها نماز نخواند، آدم‌های عادی بخواند تا که به این گناه شخصا دست نزنند. اگرچند که نماز خوانده می شود اما انسان ها، امام ها، عالم ها به او نماز نمی خوانند که تا که دیگرها به این دست نزنند. بنابراین دوستان گرامی، اما در نزد مردم شخصی که خودش رو به دور کشیده است به تنهایی همه استغفار بکند، اما امتا مردم یک جا جمع شده او را دعا نکنند، چونکه به گناه خود دست است که یکم به تقدیر مصیبت هایی که الله مقدر کرده است ناراضی کرده است. دوم جهل بر او فرمان روایی کرده است. از این دنیا به قتل رسیده خود را کشته نجات نمی شویم. بدترین عذاب و به بزرگترین عذاب برمیگردیم. این بود کمی درباره گناه کبیره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.